مسئله‌های مبرم نظامی مالیوی در شرایط گذارش به اقتصادیات رقمی. تحت چنین عنوان امروز در دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی کنفرانسی علمی عملی برگزار گردید. در کنفرانس دیرکتوران بانک‌های دولتی، تجارتی، تشکیلات‌های خرد قرضدهی، ریاست انداز ولایت سوخت و خدمات گمرک ولایت، دانشجویان و استادان اشتراک نمودند. عبدالرحیم مرادov راهبر خدمات کامپس جمعیت سهامی پوشیده دوشنبه سیتی بانک در موضوع جاری نمودن و مهمیت مدل مانیتورینگی مالیوی در دانشگاه برآمد نموده ابراز داشت که قانون صاحبی یعنی مانیتوری مالیوی در اساس قانونگذاری سرچشمه میگیرد. نه تنها قانون مذکور اینچنین دستورالعمل‌های بانک ملی نیز به ترتیب درآورده نظارت میکند. پیش از همه در این اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت بر درآمد با راه جنایی به دست آورده مبلغ گذاری تروریسم و مبلغ گذاری سلاح قتل عام می باشد. مقصد اساسی این قانون پیشگیری عملیاتی که در جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است. مانیتورینگ مالیوی خودش چیست؟ مانیتورینگ مالیوی گفته مجموعه چاره‌بینی هایی که از طرف مقامات دخلدار یعنی از طرف مقامات دولتی مقام وکالتدار در جمهوری تاجیکستان دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی می باشد که در نزد بانک ملی جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده است. یعنی نظارت کننده روند مذکور در جمهوری تاجیکستان این دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی می باشد. من میخواستم در همینجا قید کنم که در دیگر بسیار دولت ها همین با اصطلاح دیگر فینانسوی разведка میگویم یا اینکه مثلا فینانسوی разведка در دیگر دولت ها نه اینکه دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی یا اینکه مثلا امنیت با آنها وظیفه گذاری کرده شده است که روند مذکور را زیر نظارت گیرند. دیگر این عهد عملیات شبهناک عملیات شبهناک گفته باز یک دیگر دستور هست. به فکرم همه شمایان سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان میدانید نه کدام سایت خونده میتونید این دستورالعمل‌ها در NBT تاجیک اگر قسمی راستش پایینش بینتون در آنجا صحیفه علایده دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی هست. در آنجا فهرست عهد عملیات شبهناک هست. یعنی در آنجا زیاده از 96 نامگوی عملیات ها هست که اگر در تشکیلات های حسابات دهنده شده گذارد حتما همچون حسابات عهد عملیات شبهناک پیشنهاد کردن لازم. خیر سپس یکچند استادان در موضوعهای رقمی کنانی مالیوی در شرایط تحکیم اقتصادی، الگوریتم های آموزش ماشین در نظام قرضدهی بانکداری و غیره ها برآمد نمودند. یکچند مراتبه در پیام های خود اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان قید کردند حاضر در شرایط امروزه نظام بانکی یکی از اساس‌های یکی از عامل‌های رشد اقتصادیات حسابیده می شود و جامعه جهانی از تهدیدهای و خطرهایی که در این ساحه‌ها دیده می شود یک امروزه یکی از مقصدهایی که ما امروز همین کنفرانس تشکیل کردیم این یک ساختن محیط آزاد هم از نقطه نظریوی هم از نقطه نظری عملی با متخصصان ساحه اویدی بررسی و محاکمه و راه‌های حل آن امروز محاکمه میشد و در اساس معروضه های برآمد کنندگان خلاصه برآورده می شود که راه‌های حل درستی این ساحه به راه مانده شود. مقصد از گذراندن چنین کنفرانس‌ها در دانشکده همکاری دانشجویان با بانک‌ها، تشکیلات‌های استحصالی، آگاهی آنها از نقشه کاری بانک‌ها و دانش‌های نظریه‌ای که دانشجویان در دانشکده آموختند به عملیات تبدیل داده برای پیشروی اقتصادیات کشور سهم ارزنده خود را گذارند یاری می‌رساند.